باور کنید امام علی رحمان در داخل کشور از دلیر امام علی بیشتر میترسد از محی الدین کبیری دیدن. به حرف من باور کنید، برای که من 4000 کیلومتر دور هستم، در اروپا هستم. من از اینجا صحبت میکنم، تمام مردم و طرفداران رحمان، حتی طرفداران خود من هم میگن که خب شما از دور صحبت میکنید، صحبت‌های شما به درد نمیخورد، شما در اینجا هیچ کار کردن نمیتونید، بیاید در داخل کشور مبارزه برید. با اون میدوند که من داخل کشور بیام، تقدیر زید و محمد روزی و عزت امان هم در انتظار من هست، اما با وجود این میگه که بیا با داخل کشور در اینجا مبارزه بر. اما از دلیر امام علی، از ذوقی بیگ، از عبدالله غربتی بیشتر از من میترسن. برای چی؟ برای اینکه در داخل است، یک جوان است، او سیاستمدار نیست، او را نمیشد متهم به اون کرد که او برای قدرت و منصب و برای پرزیدنتی مبارزه میبرد. مرا متهم میکنن که کبیری برای پرزیدنتی مبارزه برده ایستاده است، میخواد جای رحمان رو بگیرد.